السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یا شهروند عادی زوده خرمم. از این حال در شهر وحدت زندگی کردیم. البته قبل محمد اقبال صدردین ای پهتی بیناموس شما مردم فقط جنگ دختین سالای 90 دیاد بیارنه مردم گفت ای پدر نحلته نگیرین ای پدر ای یک خدازده کافر بیدین بود. من میدونم یارا من میدونم ولی تا شما گرفت لعنتی برد خیلی مردم عذاب دادن مردم به خونه کردن خونه ویران کردن بعضی ها را به پدر کردن با مختونه میکنی بعضی ها را بیبه کردن ای پدری تا خواهینی پدر نحلتی من میدونم که تا کی پدرت کیای اولادت کیای ای کبیریش هم من خسرو میشناسم من پدر نحلتی سبیل عین من عبدالرحیم دم کار گرفتی ای پهتی حرام اگر اون عبدالرحیم ندیم نشوه شمشیرش ایمو ای با گفته ملا عبدالرحیم ای کلوب نیست ای طویل داره ای نمیک جای اخته چی کار داری بر پدریت نحلت من ملا را میشناسم ملا را این ملا عبدالرحیمی اومد در همون غرمو دیده یه ملا را بعد چشم منو نمکشم خوبه تو پدر نحلتی سگ یعین یک بار این که مردک باشید برنامه درباره قماندان غلام که یک بار کو ترا مجبور کرد ترا مجبور کرد یا خودت با دست پای خودت رفتی این محمد اقبال پدر لعنت درباره همه تا ویدیو کردی یک بار درباره خودت قماندان غلام یک بار ویدیو نمیکنی که ترا چکار کرد ترا کنتی تا دکنیتن نی کنتی ترا عیبم شود امو قماندان غلام تلت کردگه من میدونم من که تخیی ترا همه شخصوات میدونم میشناسم فقط درباره غیبت کنی ترا مونن ترا چند سمت میتانی که میجاکی که یک سگی همو خوینی تو من ترا میدونم میشناسم همو وقتش تو پدر نعلت بدی ترا پدرت اخی لعنتی بود ترا پدرت که آدمی خوب که نبود تو لعنتی با مردم لعنت کده خدا میخونی یک بار درباره خود دبزن کنتی بودن تا مردم دم بگو آخی کنتی بودن تا همه بدونن مردک شا آخی ای خدا نمیترسی تو فقط مردم تحمد مینی مردم و جنگ دعوت مینی یا کاری خوب که یا کاری یا مدرسه هوی که آخی نمیتونی یا ره آباد که میتونی نه یا مکتب آباد که میتونی گفتنی هم بسیاره خیمه وقتم ندارم وقتی بدهی پدر نحلت من صرف نمیدم این آدم نمیشوه همین قرار بدونه که یک کنتی بود قماندان غلام این پیله کدگه یک بار اگر آدمایی که میدونن یک بار بکنن این کنتی های بشخی این مردم اگب میزنه کنتی میگه و دزد میگه این هم کنتی های هم رهزنه هم دزده بناتون بر خدا برادران عزیز دروغایی را باور نکنین من میدونم این پدر نحلت خیلی آدم